چندین برنامه ما حرف زدیم و نقطه گذاری هم کردیم که واقعا این عمل بسیار یک عمل ناجوان مردانه، یک عمل غیر انسانی، یک عملی از منطق و از انسانگری و از دولتداری دوری مقامات ما ساحه سودی و ساحه خب امنیت کشور است که امروز بالای سری یک مادر، یک زن یک تصمیم احمقانه گرفتند. گرچند ما در گذشته راجع به این نقطه گپ زده بودیم، ولی پیام آخری که خب در صحیفه ها برآمد و نشر شد، شاهده محمد جانова بالاخره به زندان شهری نورک روان کرده شد. خب یا میگذاریم برای کسایی که معلوم نیست خب یک بار دیگر بشناسن. این شاهده محمد جانова با زندان نورک انتقال یافت. اگر که ندانید این مادری برادر عبدالرحمن 09 یعنی که شیرزاد محمد جانova است که در صفحه فیسبوک و یوتیوب و اینکه اینستاگرام با نام عبدالرحمن 09 همگی میدونین و خب آبونچی و اینکه پس پیچیکای زیاد هم دارد. البته که خب گناه اینه که جرم این برای ما و شما معلوم بود که میگه شاهده محمد جانova مادری بلاگر شیرزاد محمد جانova با زندان انتقال داده شد. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی روز 7 اپریل محمد جانova را برای طرفداری از عقیده های سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت با 6 سال زندان محکوم کرده بود. وکیل دفاع از حکم ناراضی کرد، اما خود شاهده محمد جانova از شکایت کردن به زینه‌های بالایی خودداری میکنه. به خاطری که دیگر در گذشته هر کسی که شکایت کرد به مانند زید سعید و به مانند شرکت امید 88 به مانند خواب دیگر افرادی که زندانی کردند تا امروز در زندان است و یک گروه از خواب خداوند شهادتشون قبول کنه از دنیا گذشته و مثل اینها تاریخ 10 ساله رژیم رحمانوف برای ما و شما نشان داد که دادگاه بالایی هیچگاه به رأی این ملت به نام برای این ملت برای مردم کار نکرده است و نخواهد کرد و هر آخرین تصمیم در دست یک عائله هست که خب کنترل این نظام در دستش است. سود مستقل نیست، عدالت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و کانستیتوسیونی در وطن نیست. خب تصمیم گیرنده یک گروه خیلی خرد است که اون هم ربط دارد به یک عائله است، وگرنه در دیگر کشورهایی که ما شما میدونیم فرض کردیم کشور آلمان دادگاه خیلی مستقل است و دیگر کشورهای اروپایی که امریکا سود بسیار مستقل است و در تاجیکستان هم اگر 3 شاخه باشد یک از شاخه سودی است، شاخه سودی است که باید مستقل باشد، ولی متاسفانه لبیک گفته زیر برنامه های بعضی ها و به خاطر منفیت یک گروه کار میکنه که منافع ملی در درجه بالا میسته. این مادر در برابر هر چی که نباشه یک زن است، یک مادر است و این عملی وحشیانه و نامردانه که در تاجیکستان داره صورت گرفته است که یک زن به خاطری که هیچ یک اسناد آماده نشده است و هیچ یک دلیل خب پوره آماده نیست که به خاطر کدام گناه باید ما را زندان بکنیم. خب مقامات یافته است ماده 307 قسط 134 برانگیختن کینه و عداوت و برهمدهی شاخه حاکمیت و یا اینکه عقیده به عقیده گروه 24 و حزب نهضت و فلان و بهمدان هر کسی که میخوان با این جرم زندان میکنن. یک چیزی عادی است چون جامعه بسایی عدالت سودی نیست، بالای این همه عملها سود کنترل و نظارت نداره و نمیگه که خب شما این زن محکم کردین برای کدام گناه، این مرد محکم کردین برای کدام گناه. خب وقتی که در سود پایانی ناحیوی نمیدونم شهری ولایتی خب دادگاه قرار میبره، وقتی که سود عالی میروه، سود ریسپوبلیکانس که سود میروه ورخوی سود میروه، وقتی در اونجا اگر عدالت سودی باشه، اگر سود عالی مستقل باشه، حتما به این پرونده به اساسی که هیچ یک حکم قانونی نگرفته از هیچ معلومات صحیح روی دست ندارن، سود عالی حتما این کار میکنه که خب سود پایانی شما ابله هستین، شما یک زنه برای هیچ کدام یک گناهی به معنی دوام زندان کرده و 100% جرم این معلوم بود که به خاطر فرزندش. دیروز هم فرزندش برادر عبدالرحمن برآمد، خب آخری حرفش زد
و هیچگاه تسلیم نشدم و نخواهم شد و باز هم در مقابل ظلم گپ خواهم زد. ولی در همینجا باز هم حکومت رحمانوف باز هم شکست خورد و اینجا یادم آمد، اینجا ذهنم آمد اون حرفایی که تا امروز برای ما میگفتن که شما فقط گپ میزنید. برادر عبدالرحمن کسی بود که فقط گپ میزد، کسی بود که گپ میزد، هیچ جایی را نترک کن، هیچ جایی را خلل ضرر نرسوند، مالکیت کسی را ندزدید، کسی را تجاوز نکرد، کسی را تحقیر نکرد، فقط گپ میزد. بزرگترین ضربه را برای خودش قبول کرد، بزرگترین ضربه را از حق صدها و هزارها مسلمان تاجیکستان دفاع میکرد. او بریش بود، او بیریش بود، او بسطر بود، او بسطر بود، او روسری داشت، او نداشت، از او دفاع میکرد. همه حرفاش در هیچ جا منفعت شخصی، اویلوی، پدر و مادرش، خواهر و برادرش نبود. فقط ملت میگفت یا که مسلمان میگفت یا که مسلمان های تاجیکستان میگفت. ولی در برابر این حرفاش بزرگترین ضربه را خورد و او کسی که میگن شما فقط گپ میزنه، من مطمئن هستم یک ساعته ضربه که بالای یک مبارز میزنن این افراد قبول کرده نمیتونن. بله درست است، من در تا جای شاید گپاتون میگن که شما فقط گپ میزنه، تا جای گپای شما هست، یعنی فقط گپ میزنه. اگر ما در یک نظام میبودیم که دموکراتی است، آزاد است، فکر شخصی هر انسان گرفته می شود، قابل احترام است، در عملیه گذرانده می شود و در اون کشور شاید میگفتن که شما فقط گپ میزنید، خب خیر بود، خب به عمل میگذاشتیم. ولی به نام یک کشوری تاجیکستان که رژیم دیکتاتوری 30 ساله داره و هر کسی که گپ میزنه زیر تحقیر و تجاوز و فشار قرار میگیره و سخت‌ترین نوع مبارزه ما میگم انمی است. چه موضوعی که سلاح میگیری، شمشیر میگیری، در میدان میبروی که خب اگر موفق نشدی یک زد کمر تا برید و رفتی دیگه، خلاص به شهادت رسیدی. و یک سنایپر اومد زد دیگه تمام رفتی تو نزد پروردگارت. ولی گپ زدن اینقدر سخت است در راه مبارزه به مقابل رحمانوف که هزارها فشار دارد، فشار روحی، فشار عائلوی، فشار نمیدونم اقتصادی، ده ها فشار بالا یک مبارز میبیو. میفهمین؟ بالا یک مبارز مطمئن باشین که چقدر فشارهای بزرگ میبیو، خصوصا در قضیه پدر و مادر، خواهر و برادر و اون خویش و اقربا نزدیکایی که داری. اگر کسایی که زن و فرزندشون در وطن است، چقدر این حکومت نامرد است که به اندازه که شما یک سینام نامرد وقتی نگاه میکنه که نامرد یعنی چی، به اندازه اونا نامرد هستن که از او عباره نامردتر. فرض کردیم نامرد، شما فکر میکنید که خب سینونیمی همین نامرد یعنی چی؟ شما نامرد میمانند مستقیما خب نظر میکنید نامرد یعنی چی؟ میبینید یک نفری که ظلم میکنه، یک نفری که بسیار بدبخت است، تجاوزکار است، نامرد است دیگه، نه که درد میکنه و مالکیت هم میخره فرار میکنه. اگر همین را شما نامرد میگین، رژیم امروزه رحمانوف البته یک گروه از این دیده بدتر هستند. من نمیدونم، ما برای این عباره باید یک عباره جدید باید ما در الفاظ تاجیکی پیاده بکنیم که نامرد دیده که چیز خیرتر است از این دیده. واقعا من نمیدونم، با یک عنوان دیگر ما باید دیده یک در زبان تاجیکی باید داخل بکنیم که بعد از نامرد با چه عباره از این بدتر است که ما نام او را بگذاریم، که دو چند شدیدتر باشه که در برابر شنیدن او باید حس بکنه که در پیش نظر تو یک انسان خیلی بدبخت، خیلی گناهگار، خیلی ابله، خیلی نامرد، خیلی ناجوانمرد است که از نامرد دیده بدتر است. ویلاد به لحاظ خدایی زنی که میبینین آخر گناهی او که برای 6 سال برای طرفداری کردن اگر باشد، در حالی که حرکت سیاسی گروهی بسیار با تمام مسئولیت این کار میکنه تا یک بار هم یک ساعت و یک دقیقه هم این مادر وقت صرف نکرد که برای برنامه گروهی 24 کلام حرفی گفته باشد. یعنی اینجا بسیار عملهای نامردانه صورت گرفته است نسبت این زن، این مادر. جامعه فعال تاجیکستان نمیدونم فمینیسم میگفتن در بعضی نوارها، زنهایی که هستن داد میزنن فمینیسم گفته که باید جامعه ما فمینیسم باشد، زنهای ما حقوق داشته باشن، عدالت باشه. ما یک تا او فمینیسم دوستدار رو نمیدونم قور و بلایی که میگفتن من ندیدم که درباره زن گپ زنین. اینم مادر است و اینا روسری داره، اینا مسلمان است. نه
ولی برای شما حقوق او زنهای بالاتر است که روسری ندارن، سریلوج و کنیلوج و یوبکا و هزار و نمیدونم توفلی و کبلوک دارن. و او زنی که فرما دارد و سر روش بسته است و روسری دارد و برای شما او زن وابسته نیست، او زن مهم نیست، او مادر نیست. هزارها گفته هایی است که در بعض جامعه ببینید قدر پافشاری میکنه که خب باید حقوق زن در درجه بالا باشه و ایلا باشه. ولی درست است، خدا همه چیز میگه، انسانیت همه چیز میگه. ولی وقتی که میبینین یک زنی که روسری داره نه حقوق داره، نه قدر داره، نه از عضو او جامعه شهروندی است، جامعه نمیدونم دینی است، هر کسی که نباشه، وقتی حرف نمیزنین وای به حالتون. پس نکنین اون دعواهای پوچ و بی‌معنی را که برای یک گروه فمینیست گفته دور میزنن، برای یک گروه دیگر، برای یک انسانهای بیگناه زنده‌شان میکن، خاموشی دهن خاموش کردین گشتین. نه، گر به دل ذوق نداری سینه جنبانی چیز بود. وقتی که در همون هدف استوار نیستین، وقتی که واقعا از حق یک زن دفاع کردن نمیتونین، خب اساس نداره او کارها و عملهای شما. باید عادلانه، باید وقتی داخل یک برنامه میشی باید مردانه داخل شوی، قدم ها تا باید استوار بمونی، نگاه نکنی که او زن روسری داره که نداره. من مطمئن هستم که اکثریت رسانه ها، اکثریت بلاگرها، اکثریت افرادی که در جامعه هستند به خاطر داشتن روسری و به خاطر عقیده فرزندش که مبارز است و قبول نداره یک حکومت تجاوزکار به نام حکومت رحمانوف، به خاطر او خیلی تکان نداد قضیه ای زن خیلی. و ایلا اگر یک زنی کنیچ دیگر میشد، من مطمئن هستم که براش یک صنعتکار میشد، اگر یک حافظ میشد، من مطمئن هستم که چقدر میدویدین و چقدر مینویسین و صحیفه ها پر از میشد و یادداشت ها و گریه ها و خواب مبارزه هاتون و فلان و بهمدان گفتن میمردین. ولی به خاطری که زن فرق کننده است، خیلی فرق کننده است از دیگر زنها، من واقعا میگم نه همه مادر نه همه زن عمرها تولد میکنه، نه همه مادر و نه همه زن ابوبکرها و عثمانها و عمرها میزاین. یعنی آسان نیست تربیت کردن جوانی که هیچگاه در مقابل ظالم سرخم نمیکنه. نه همه مادر ایچونین فرزند تربیت میکنه. ولی اگر ما عباره مادر را بگیریم یا داشتهای مادر را بگیریم، خب وقتی که اگر کودک میشیدین و فهمیش که امروز دارین، خداوند اگر برای شما در زمان روز اول تولد براتون میداد، اگر آرمان های مادر را گوش میکردین، اولین نیتی که مادر بعد از تولد کردن فرزند تو دستش میگیره چی میگه؟ چی میگه؟ پروردگارا برای من یک فرزند صالحه، پروردگار این فرزندی که برای من دادی خب عادل و عاقل باشد، خدمتگار، خادم مردم باشد، خدمتگار مردم باشد، از او فرزندانی نباشه که دست به تقلب و دست به قتل و دست به فحشا و دست به دزدی میزنه. یعنی نیت هر یک مادر است که مادر وقتی که فرزند تولد میکنه، البته ان همون آرمان هایی که در دلش داره میخواد فرزند چه ببینه، اما آرمان میکنه. ولی وقتی که فرزندش به خاطر این همون آرمان های مادر کمر میبنده، در میدان مبارزه بلند میشه، تمام آخ کنی و توف کنی و از گناهات میبخشم تو، اگر که از راهت نگردی فلان و بهمدان کنی سر میشه. هیچ ما در تاریخ چند ساله دیدیم ده ها برادرها برآمدن که برادر خب مادر میگه من تو دیگه رو میگردم، پدرم است رو میگردم فلان بهمدان، من چیکار بکنم؟ خب دادر یکش در دستی تاست تسلیم، میخوای مبارزه بر، میخوای برای اگر پدر مادر تا بگیرم مبارزه زندگیش، هیچ راهی مبارزه راهی نیست که یک کس مجبور باید در میدان برآورد. با مانند عبدالرحمن مادرش قربانی کردن این رو تصور کنید زندان و ایلا زندان های تاجیکستان، ما و شما دیدیم زندان های فضای تاجیکستان دیدیم که چقدر بدبختی است. و من انشالله امیدوار هستم که شاید در آن زندان نارک هم شاید یک جوان مرد باشه که به خاطر قهرمانی این مادر از این مادر دفاع کنه و لااقل غذای سالم، لااقل یک رخت خوابی درست، لااقل بگذارش که آرام باشه. گرچنده نامردی است، گرچنده که خیلی سخت است که من این گپا میگم که بگذارن در زندان باید باشه. به خدا قسم اگر امروز قدرت و امروز توانایی و امروز اگر در دست من میشد امکانیتی که داشتم، با والله قسم امروز میرفتم از دست میگرفتم میگم مادر جای تو بر این نر مادرها زندان نیست، جای شما زندان نیست.
ولی معلصف خداوند برای ما حالا هم او دروازه را باز نکرد. من ان شاء الله امیدوار هستم که حتما روزی میشود که دروازه ها برای ما هم باز میشوند و ملت هم سربلند میشود و این مشکلات ها و این مصیبت هایی که میبینیم که حتی برای یک زن هم رحم نمیکنن، خب گروه پیدا میشه که حتما رحم دل میباشن برای این زن ها و برای این مرد ها غم اینا را میخوره. خب